سلام، این هفته در آفساید یکی از استوانه‌های نظام رو زیر ذره‌بین میبریم که ببینیم بالاخره این هاشمی رفسنجانی چجور آدمی بود توی این نظام، مال کدوم باند بود و این سوال که چجوری شد که مرد. مرد دیگه. ببین اون جارو رو بیار اینجا. اون شد. مرگ رفسنجانی یکی از پرحاشیه ترین مرگ‌هایی بود که تا به حال توی این نظام رخ داده. اولین حاشیه چرخش 180 درجه تیوی ریش نسبت به رفسنجانی بود. یعنی همون رفسنجانی که تا دیروز از حضور توی تریبون نماز جمعه منع شده بود، توی انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیتش کردن، توی خبرگان نذاشتن رئیس بشه، یک دفعه شروع کردن به 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 و چه چه کردنش که هم صدای همباندیاشو در آورد که چرا وقتی زنده بود اینا رو نگفتید، و هم صدای باند مقابل رو که چه خبر دیگه اینقدر قلوب نکنید. به نظرم بعضی قلوه هایی که در مورد آقای هاشمی میشه، این هم ممکنه ظلم به آقای هاشمی باشه. مثلا یا گفته بشه که ما در دنبال آیه از قرآن بودیم که آیت الله هاشمی رو با اون آیه معرفی کنیم، دیدیم که همه قرآن یعنی آقای هاشمی، مثلا یه همچین مضمون. خب اینا قلوب نباید بشه. یعنی قلوب هم که میخوام بکنن باز رکورد میزنن، طوری که دیگه اینقدر بعضی از دلواپسا سردرگم شدن که توی این برنامه بسیجیا اومدن توجیه کردن که چرا اینجوری شده. خب واقعش این است که پیامی که رهبر معظم انقلاب دادند خط اصلی رو برای ما معلوم میکنه. خط اصلی این است که ایشون احساس غم و اندوه خودشون رو ابراز میکنن. ما به عنوان جریان‌های ولایت مدار و مدعی ولایت مداری و ولایت پذیری از این در واقع نباید نه جلو بزنیم نه عقب بیفتیم. حالا ببینید که این جلو و عقب نزدن رو توی همین برنامه چطور پیاده میکنن. چون این برنامه خاص دلواپسان ولایت هست، اولش میاد تحت عنوان اتهاماتی که جناح رقیب به رفسنجانی زده، لیستی از جنایات رفسنجانی رو ردیف میکنه و حتی اسم قاتل هم براش میاره. کتاب نوشتن در همون ایام. عالی جناب سرخپوش مطرح کرد که هر 40 روزی یک قتل در دولت ایشون صورت گرفته. مثلا آقای هاشمی رو به عنوان قاتل روشنفکران معرفی کرده. بله. اونجا باید ایشون نوشتن که 80 قتل مشکوک در دوران ایشون انجام شد که ایشونو به نوعی مباشر این قتل‌ها میدونستن. خود ترور آقای حجاریان رو هم روزنامه دولتی ایران منتسب کرد با آقای هاشمی. بله. حالا همه اینا رو میگه که بگه جناح مقابل بیشتر از ما به رفسنجانی فحش داده و بهش گفته قاتل و اینطور چیزا. در عوض نیروهای حزب اللهی با اینکه منتقد بودن توی تشییع جنازه خیلی مؤدب بودن، بی‌نظمی ایجاد نکردن. به نظر میرسه این جریان منتقد حزب اللهی خیلی کریمانه، مؤدبانه و محترمانه این مجلس ترحیم رو برگزار کردن، نظم رو به هم نزدند، بی‌ادبی نکردن. خیلی جالبه. یعنی انگار برای خودشون هم روشنه که این جماعت حزب اللهی هر جا جمع بشن به طور استاندارد باید یک وحشیگری در بیارن، از یه دیواری بالا برن، یه داد و هواری بزنن، و به خاطر همین چون اینجا این کارو نکردن دیگه تحت عنوان خبر میاد مجری عنوان میکنه که یه بارم این حزب اللهیای ولایی جمع شدن، هیچ بی‌نظمی ایجاد نشد. بله ایجاد شده تو همین مراسم رفسنجانی. مثل این که میگن فیلم دارن که یه چیز دیگه نشون میده. آمده به عشق رهبر، آمده به عشق. بله به عشق رهبر آمده و بعدش هم لگد. یعنی لگد پرونی و جفتک پرونی توی ذاتشونه، همینطور شعار لگد شعار لگد. حالا تازه این براشون برخورد مؤدبانه به حساب میاد، چون همین جماعت اون زمان که با رفسنجانی زنده مواجه می شدن دیگه خیلی مؤدبانه تر برخورد می کردند. مبارک ایرانی اکبر رفسنجانی، مبارک ایرانی اکبر رفسنجانی. اکبر بارو گم شو، اکبر بارو گم شو، اکبر بارو گم شو، اکبر بارو گم شو. برادر رفتگر هاشمی و شب ببر، برادر رفتگر هاشمی و شب ببر. حرفای واقعی که توی دلشون درباره رفسنجانی داشتن اینا بوده.
پس باید ببینیم بقیه جماعتی که اومده بودن مسئلهشون چی بوده. یعنی کسانی که معلوم نبود، اصلا ناراحت از این ماجرا نبودن، اومده بودن بعد از چند سال انگار یه فضایی براشون فراهم شده، شعارهایی رو که این مدتی نداده بودن، شعارهایی رو از 88 با خودشون حمل میکنن، انگار یه چیزی توی دلشون هست و هنوز نتونستن اون رو کنار بذارن یا براش فکری بکنن. اینها واقعا هیچ اعتقادی با هاشمی نداشتن، نه حالا، در گذشته هم همینطور بود. بسیجی‌ها که حرف دلشون اکبر بارو گم شد، اینا هم که اعتقادی به هاشمی نداشتن. پس میشه بگید اون جمعیت اومده بود اونجا چه شعاری بده؟ به نظر میرسه که راهپیمایی رفسنجانی فقط بهانه‌ای بوده برای اینکه هر کس بیاد شعارهای خودش رو بده، همون شعارهایی که از 88 توی دلشون مونده. پس این رفسنجانی نقشش توی نظام چی بود؟ در جریان فتنه 88 نقش ایشون همین بود که یک علالبدلی برای رهبری باشه که این که با رهبری زاویه پیدا کرده یک دفعه نره با ضد انقلاب متحد بشه. این ببین چه کار کرد، چه کار ظریفی ایشون انجام داد در فتنه 88. ایشون پشت سر رهبری ایستاده بود اینجا نماز، امام جماعت، ایشون درست پشت سر رهبری بود. این گروه اینجا بودن، قطع بودن، درسته؟ اینجا رو ول کرد، من اینجا وایسم که از یه طرف خودش متصل باشه، از طرف دیگه اینا هم به اون متصل باشه. ایشون حلقه وصل مسئله دارها بود با رهبری. یعنی رفسنجانی یک استوانه‌ای در درون همین نظام بوده، مثل اون یکی عمود خیمه نظام. فقط کارش این بوده که نقش هویج رو بازی کنه که کسایی که میخوان مخالف نظام بشن رو بکشونه سمت خودش که تو همین چارچوب نظام بمونن، یه وقت از نظام خارج نشن. عجب مرهف خطی بوده. حالا پس اینکه بعضن یه وردای اونورکی هم میخوند، مثل اینکه ماهواره باید آزاد بشه یا اونایی که به قدرت چسبیدن باید ول کنن و اینا چی بوده؟ اگر هم نسبت به بعضی ها تذکراتی چیزی میداد برای که توقعات اینها رو نوعی تعدیل کنه که به خاطر رنجش از او قطع نشه. یعنی خواسته های مردم رو می آورد در حد کنسرت و بشقاب ماهواره تا دیگه مردم خواهان تغییر حکومت نشن. بعد دیگه تا وقتی هم که این حکومت هست آخوندها میتونن اون بالا پولمونا رو پارو کنن دیگه. خلاصه بساط اشرافیگری و اینا به راهه. بحث‌های اشرافیگری یا ثروت زیاد ایشون مطرح میشد و بعضیا فکر میکنن واقعا ایشون ثروتمند بود، افسانه‌ای داره. من جمله اول این وصیت‌نامه‌ای که اون موقع برای من نوشتند و به من نوشتن، این جانب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چیزی بر دارایی‌های موجود قبل از انقلابم نیفزودم و هزینه‌های زندگی را در درجه اول از عواید و فروش اموال قبل از انقلاب و در درجه دوم از حقوق و مزایای قانونی هم برداشتم. من میخوام بدونن واقعا مردم ایشون حتی 1 ریال مرد حسابی حتی 1 ریال پول بعد از انقلاب به داراییش اضافه نشد. تمام دنیا دارن درباره ثروت رفسنجانی و خانواده‌اش صحبت میکنن. بحث اینه که توی ثروتمندترین مردای جهان رتبهش چندمه. بعد تو میگی حتی 1 ریال؟ بیا این نیویورک تایمز، ثروت رفسنجانی بالای 1 میلیارد دلار. این یکی مجله فوربس، تازه مال 13 سال پیش، بخشی از ثروت خانواده رفسنجانی. یه برادرش رئیس صدا و سیما، پسر عموی زنش استاندار کرمان، یه برادرش صادرات پسته، یکی از پسراش با برادرزادش توی وزارت نفت، یه پسر دیگه‌اش مدیر متروی تهران، پسرش یاسر یک زمین 30 جریبی در لواسان داره با پیست اسب‌سواری. تازه علاوه بر همه اینا گفته میشه که از بهره حساباش توی بانک‌های سوئیس و لوکزامبورگ همینطور داره پول براش سرازیر میشه. علاوه بر همه اینها چندین مراکز تفریحی توی دبی و تایلند به رفسنجانی تعلق داره. بعد اینا دارایی قبل از انقلابه؟ بعد اصلا
قبل از انقلاب کی رفسنجانی رو میشناخته که حالا پول و پله‌ای داشته باشه؟ قبل از اینی که امام از نوفلشتو بیان، شما میدونید که مسئله تحسن کارمندان و کارکنان نفت بود در خوزستان. آقای هاشمی هم خیلی هنوز نمیشناختن، چون آقای بازرگان مشهورتر و معروفتر بود اون موقع، به خصوص تو مناطق نفتی. تا رسیدیم به آبادان، پالایشگاه آبادان، آقای هاشمی یک سخنرانی کرد. آقا سخنرانی آقای هاشمی در پالایشگاه آبادان همان و جلب افکار و نظر مردم و عامه مردم اونجا، بعد متخصصین به سمت آقای هاشمی همان. البته در مورد این خاطره رفتن رفسنجانی به پالایشگاه آبادان تو اون روزهای اول انقلاب خاطرات دیگه هم وجود داره. این الان ورژن ناطق نوری از این داستان بود. ما یک فیلم هم پیدا کردیم از خاطره یکی از کارگران یا کارمندان شرکت نفت از همین ماجرا، یعنی بازدید رفسنجانی و بازرگان از پالایشگاه، که یه مقداری متفاوته از این چیزی است که الان شنیدیم. از تهران گفتن یک هیئتی میخواد بیاد، یک هیئتی از طرف خمینی میخواد بیاد اینجا صحبتایی داره با کارکنان، که اینا رو آوردن داخل. چند نفر بدون چیز اینا بودن ولی آوردن داخل. اینا اومدن داخل پالایشگاه که ما اون موقع بازرگان رو میشناختیم، یعنی اسم بازرگان رو شنیده بودیم، ولی چند نفر دیگه مثلا آخوندی هم بود که الان فهمیدیم این رفسنجانیه. اون موقع که اومده ما فکر می‌کردیم همه میگفتن بچه آخونده چی با اینا آورده. خود بازرگان یه مقدار صحبت کرد و راجع به این که الان نفت باید یک مقدار چیز بشه، چون یه مقدار پول تو دستمون نیست که یه مقدار شما اگر اجازه بدین یک مقدار نفت بخواد بیرون بره، حداقل مملکت نخواد بخوابه و یه چی تو دست باشه. که وقتی که صحبت این شد هو کردیم. رفسنجانی من صحبت کرد که گفت من اومدم سلام خمینی رو بهتون برسونم و بگم که چیزی که ما میگیم الان دیگه همه چیزا رو خود خمینی تعیین میکنه، خمینی از شما اینطور چیزی که بخواد. واقعا تو این نقطه بود همه جوش خمینی که شما که همه گفت بچه آخونده که هجوم آوردیم برای داد و قال، هجوم آوردیم برای اتفاقا یادم یه لباس کار مالکی بود وارداشیم زدیم تو صورت این صورت رفسنجانی در رفتن. اینا با یه پیکانی آوردونشون داخل، انداختنشون جنگی تو پیکان و از دست بچه‌ها درشون بردن. آقا این رفسنجانی اصلا اون اولم دستش رو بوده. شروعش که توی این نظام اینجوری بود، پایانش هم که دیگه دیدیم. حتی احتمال قتل رفسنجانی از طرف رقیب مطرح شد. شایعه‌ای که خیلی سریع گسترش پیدا کرد و برای این شایعه فرضیه‌های مختلف هم مطرح شد. یک فرضیه اینه که این گام اول از یک پروژه بزرگ بوده که میخوان تهش نهاد ریاست جمهوری رو جمع کنن و پارلمانیش کنن. یه فرضیه اینه که با حذف فیزیکی رفسنجانی میخوان مسیر رو برای رد صلاحیت روحانی توی انتخابات هموار کنن. یه فرضیه هم اینه که با اومدن ترامپ میخوان نظام رو یکپایه کنن. اینکه این فرضیه ها واقعی باشه یا نه در ادامه معلوم خواهد شد، ولی از همین الان روشنه که با مرگ رفسنجانی تعادل نظام به هم خورد. شب و روزتون خوش.